آنا ماریا مارکوویچ، فوتبالیست برجسته و زیبا، به عنوان یکی از نمادهای جدید فوتبال زنان در جهان شناخته میشه. او نه تنها به خاطر مهارت‌های فوق‌العاده‌اش در زمین فوتبال، بلکه به خاطر زیبایی خیره کنندش مشهوره. داستان زندگی او پر از چالش‌ها، موفقیت‌ها و روابط جالبه. پس با ما تا انتهای این ویدیو جذاب همراه باشید تا سری بزنیم به زندگی ماریا مارکوویچ. آنا ماریا مارکوویچ در 9 نوامبر 1999 در کرواسی به دنیا اومد و مادرش اهل کرواسیه. در سوئیس نیز بزرگ شد. هنگامی که او 12 ساله بود، خانواده‌اش به زوریخ سوئیس نقل مکان می‌کنند. ماریا مارکوویچ فوتبال را از 14 سالگی شروع کرد. فعالیت حرفه‌ای او از 18 سالگی شروع شد و برای تیم زیر 21 سال در FC زوریخ 3 فصل بازی کرد و سپس به گراسهاپر رفت. او در حین بازی برای گراسهاپر توجه فدراسیون فوتبال کرواسی رو به خود جلب میکنه و همین امر باعث شد تا برای بازی در تیم ملی کرواسی دعوت بشه. زمانی که در FC زوریخ حضور داشت، در 26 بازی 7 گل به ثمر رسوند تا اینکه در سال 2020 به گراسهاپر میره. در 2 سال حضورش در گراسهاپر 55 بار بازی میکنه و 15 بار گلزنی. ماریا در یک خانواده ورزشی متولد شد و از کودکی به فوتبال علاقه‌مند بود. ماریا مارکوویچ 23 ساله به لطف ظاهر زیباش در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده و اکنون 3,200,000 دنبال کننده در اینستاگرامش داره. او به عنوان مهاجم برای تیم سوئیس بازی میکنه و تمایل خود را برای بازی در سوپرلیگ زنان انگلیس ابراز کرده. مارکوویچ در مورد زیباترین فوتبالیست زن به خود گفت: مقالاتی را که من را زیباترین فوتبالیست جهان یا یکی از زیباترین ها مینامیدند دوست داشتم، زیرا شنیدن این که زیبا هستم خوشحالم میکنه. اما بعداً مقالاتی در روزنامه ها منتشر شد که در اونها به عنوان جذابترین فوتبالیست معرفی شدم و این واژه را دوست نداشتم. اونها هرگز فوتبال من را ندیده بودن و فقط به ظاهر من توجه می‌کردن و این مایه تأسفه. پس از سالها تلاش و تمرین، ماریا به تیم ملی بزرگسالان دعوت شد و در نخستین بازیش گل زیبایی به ثمر رسوند. او به سرعت به یکی از ستاره‌های فوتبال زنان تبدیل شد و در لیگ‌های معتبر اروپا بازی کرد. بازی‌های او با مهارت‌های تکنیکی و سرعتش توجه بسیاری را جلب کرد. کنار موفقیت‌های ورزشی، روابط عاطفی ماریا نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او مدتی با یک بازیکن معروف فوتبال در ارتباط بود، اما این رابطه به دلایلی به پایان رسید. با این حال ماریا با روحیه قوی به کارش ادامه داد و به عنوان یک الگو برای دختران جوان شناخته شد. یکی از لحظات جالب زندگی ماریا در دیدار دوستانه با کریستیانو رونالدو اتفاق افتاد. در حین این بازی رونالدو به شدت تحت تاثیر زیبایی و استعداد ماریا قرار گرفت. او به شوخی گفت: اگر روزی فوتبالیست نشدم، میخوام با تو تیم بزنم. ماریا با لبخند پاسخ داد: چراغ سبز برایت روشن است. این دیالوگ باعث شد که رسانه‌ها توجه بیشتری به این دو شخصیت داشته باشند و شایعاتی درباره رابطه احتمالی اونها مطرح بشه. ماریا مارکوویچ که به عنوان زیباترین فوتبالیست زن جهان معروفه، از میان دو فوق ستاره یعنی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو یکی رو انتخاب کرد. بحث در مورد اینکه چه کسی بهترین بازیکن تاریخ فوتباله در طول دوران حرفه‌ای لیونل مسی و کریستیانو رونالدو بین طرفداران هر دو اسطوره مطرحه. آنا ماریا مارکوویچ که لقب زیباترین فوتبالیست جهان را به خود اختصاص داده، درباره اینکه چه کسی بهترین بازیکن فوتبال تاریخ اظهار نظر کرده. وقتی از این فوتبالیست در توییتر پرسیده شد که به نظر او چه کسی بهترین بازیکن تاریخه، او با نوشتن کریستیان در کنار یک ایموجی بز پاسخ داد. با وجود اینکه آنا ماریا مارکوویچ خودش پیراهن شماره 7 رو بر تن میکنه، گفت فقط یک شماره 7 وجود داره. اصطلاح بز در زبان انگلیسی مخفف بزرگترین تاریخه و اصطلاحاً به بزرگترین ورزشکاران تاریخ گفته میشه. منظور ماریا مارکوویچ از ایموجی بز اشاره به این اصطلاح بود.
این اولین بار نیست که او ستاره پرتغالی و بازیکن سابق منچستر یونایتد رو تحسین میکنه. مارکوویچ پیش از این گفته بود بازیکن مورد علاقه من برای همیشه کریستیانو رونالدوه، زیرا او بسیار منظمه. من فکر میکنم بسیار مهمه که تمام تلاش خود را صرف ورزش کنید و مانند او ذهنیت خوبی داشته باشید. ماریا اکنون به عنوان یک مدل و ورزشکار الهام بخش به جوانان توصیه میکنه که به دنبال رویاهاشون برن و هیچگاه تسلیم نشن. او همچنین در پروژه‌های خیریه برای ترویج فوتبال زنان و حمایت از نوجوانان فعالیت میکنه. زیبایی و استعداد او نه تنها در زمین فوتبال بلکه در زندگی اجتماعیش درخشانه. ماریا مارکوویچ با ترکیب زیبایی، استعداد و اراده به یک نماد برای فوتبال زنان تبدیل شده و داستان زندگیش به ما یادآوری میکنه که هر کسی میتونه با تلاش و پشتکار به موفقیت برسه. چراغ سبز او به رونالدو تنها یک لحظه جالب از زندگیش بود، اما تأثیر او بر دنیای فوتبال و جوانان ادامه خواهد داشت. ممنونم که تا پایان این ویدیو جذاب و کوتاه همراه ما بودید. برای حمایت از ما لایک ویدیو و سابسکرایب کانال ما یادتون نره. همچنین زنگوله کانال رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما براتون به نمایش در بیاد. تا ویدیوی بعدی و نگاه زیباتون، خدا نگهدار.